تمام ثروت ترامپ و ماسک در برابر این گنج علی انصاری هیچی حساب نمیشه. اینجا خونه علی انصاری مالک بانک آینده و ایران مالک 50 میلیون دلار میارزه. اینجا هم خونه شاهزاده ویلیام ولیعهد کشور کفر انگلستان که کلاً 22 میلیون دلار ارزش داره. خونه علی انصاری رئیس بانک ورشکسته ایرانی حتی از خونه ایلان ماسک که ثروتمندترین مرد جهانه و 40 میلیون ارزش گذاری شده لاکچری تر و گرونتره. علی انصاری که به جای تولید و اشتغال پول مردم رو خرج پروژه لوکس ایران مال کرد و قیمتش چیزی برابر با ثروت قدرتمندترین رئیس جمهور جهان یعنی دونالد ترامپ با 6 میلیارد دلار. مالک بانکی که اومده بود آینده رو بسازه آینده مردم رو نابود کرد و میلیاردها میلیارد پول مردم رو بلعید و با بیارزش کردن پول ملی و تورمی که ایجاد کرد زندگی مردم رو سوزوند و حالا با زیان انباشته‌ای که گذاشته میشه باهاش 160,000 کلاس درس ساخت، 300,000 خونه برای مردم بی سرپناه، چند آب شیرین کن مثل عربستان و صدها بیمارستان مجهز در سراسر کشور ساخت. اما همه اینا رفتن تو جیب علی انصاری. اگه شما هم موافقید علی انصاری و مقصرین این ماجرا باید محاکمه بشن، لایک کنید و جهت آگاهی بیشتر پیج ما رو فالو کنید.